یو گایز، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه. اینجا من یوبراسکو هستم. امروز بگو براتون چی آماده دارم. امروز براتون دیرم صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو. این دستگاهی هسته که له میکنن، این وسیله ها رو مچاله میکنن. لهجه مشهدی برگشت. این وسایلی که له میکنن، آب میکنن، مثلا بطری و مطری و جو چیزا رو هم دیگه له میکنن، منفجر میکنن. چیز آرامش بخش به آدم دست میده. میدونی از کدوم میگم؟ از این ویدیو براتون آماده کردم، بریم دیگه با هم دیگه ببینیم. یادتون نره قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، اینستای من این بالا میاد اونم فالو کنید. چیز دیگه نمونده تا 10,000 تا شدن. اون 9,400 500 تا دیگه مونده. بریم دیگه داشته باشیم. برو بریم. خب این چیه؟ این صدف مرواریده؟ چیه این؟ وای کدو تنبل. پس ببینیم کدو تنبل چجوری میشه. وای آجی بشه ابرو میکش اومده پایین. چجوریه؟ اصلا تقارن نداره نه. برش بریم نگاه کنیم. اوف له میشه دیگه. آره وای کیسه کرم شد. الان بچ فتاجی. این چیه؟ این چیه؟ اینا دونه تسبیحه؟ اینا چیه؟ شم که آب میشه، له میشه. شیرین خامه چیه؟ گچه؟ چیه اینا؟ منو نفهمم. وای ایش لبو. وای من لبو آبش در آمد. این چیه؟ نارگیل حاجی، نارگیل. الان اکنون آبش هم میاد بیرون. واستا آره وای الان از بالا میزنه بیرون. ویشک خیس فیل اشتباه گفتم. سوتیار تو رو اول پس. این چیه؟ کرم ابریشم 1000 پا. این چیز دیگه گیچه خمیره. وای روبیک. از این جعبه روبیک ها بازی میکردیم قبلا. نمیشه آجی اون نه. بابا پرچمت بالا، مگه چند کیلو تو فشار داری؟ ساعت زنگزن. شلغم. این چیه؟ چی شد الان؟ بلال آبپز باشه. الان آبش میزنه بیرون. این چیه؟ چیه؟ نباته؟ چیه؟ ویشک. اینا چیه؟ وای فکر کنم خیلی دوست دارم. خیلی باحاله. حاجی نازه نکشش. وای مادیه چی بالا رو هم نگاه کرد. مرد. آخه این که پودر میشه تا که نه ترکید. توش چی بود اینا؟ مگه توش چیه اینا؟ اوف چی قوی بود توپه. تو که هیچی دیگه. فکرم صابون گلنار رو فکر کردم. لی این چیه؟
دیدی چجوری وا اومد شورید داره وا میشه فشار فوران این چیه؟ این کش نیست کش دخترها؟ نه چیه این؟ این چیه؟ نگو این هاون این چیه این؟ این چی؟ چقدر قویه بابا دمش گرم. این از کدوم بادکنک هست؟ این بادکنک چیه؟ بچه ها میپرن روش از اوناست؟ آره چقدر قویه آقاجی من نمیدونستم. من میترسیدم بشینم روش تو خونه بچه آبجیم داشتم میترسیدم بپرم روش گفتم الانی که میترکه. نه بابا خیلی قوی این نمیترکه. ایشک شم با آهن آجی آهنو که دیگه برو بابا اون آهنه دیگه آهن که آهن رو له نمیکنه. البته ورقش نازک بود. جعبه روبیک اون که له میشی. چی شده؟ نمک شد؟ از دماغش رو نگاه کن بوم. خیلی باحال بود. این چیه؟ پاستور؟ اوف دستمال توالت. این آب شد بره چی؟ میشه آب اومد ازش بیرون. بسا؟ نکنه خیسه. آره خیسه اون گوشش خیسه. دیدی آب اومد بیرون ازش. سی دی. اوه ترکید. قبول داری؟ اینا چیه؟ توشل خاکشیر میگن شاخه چی بود اسمش؟ کامنت کنید تخمش چی بود اسمش؟ نمیدونم ولی چه قشنگ له شد. حالا اینا رو من تو دستم هم له میکنم اینجوری پودر میشه تو دست له میشه خیلی حس خوبی داره. وای رنده حاجی له میشه دیگه. چیزی هست که توش بذارن له نشه؟ چی؟ من همه آهن زیریش له نشه نمیدونم. او پولم توش داره خوک پولاشم پولاشو برداشت. سوشی مال غذا چینی من نخوردم تا حالا به نظرم باحال میاد. چی بد فرم شد. زلزله شد حاجی. مگه روبیک مگه یه دفعه تو روبیک رو له نکردی و الان میشه زلزله شد. وای کلم الان آبش میزنه بیرون. هر چیزی که آب داره حاجی آبش میاد بیرون یکی آبش نمیاد بیرون. دستمال کاغذی آبش میاد بیرون یکی نیومدش. اسکل کردم ما رو. این چیه این؟ اردک. حاجی من اینو دیدم. نگاه خیلی قشنگه. الان میاد بیرون. خیلی استوالی حاجی له کردن همه چی رو بزنی له کنی منفجرش کنی تیکش کنی. نوشابه پپسی ببین چی میشه. بیچی نوشابه چی شکلی بود. نوشابه خارج هم با ایران فرق داره.
این چیه خمیر؟ این چیه خمیر بازیه؟ چیه این؟ اوف چی میشه؟ آی یس اوه یه 206 منفجر شد. سگ آبی، شیر دریایی شیر دریایی منفجر شد. سیب ترش قرمز، انار، انگور، چی بود اسمش؟ لیمو تانک، هویج اگه آبش بیاد بیرون خیلی خوبه. فکر نکنم آجی تو با آب تو مثلا آبت نمیاد بیرون. اینا سوراخ داره خیلی باحاله. میزنی از تو سوراخش میزنه بیرون. نگاه نرفت توش. بزن توش. چی جوری شد؟ این چیه؟ نخه؟ اوف له با له شد. آدامس، ببینیم چی میشه آدامس. وای عجی خیلی خوبه. آدامس خیلی خوب میشه. این مداد شمی که اوف 10 تا مداد شمی رنگی میزنه بیرون ازش. الان نگاه تولیدی رنگ مختلف با هم دیگه. این چیه؟ وای فنده اوف زد تو دوربین هاجی. دیدی چی شد؟ وای اینو دوباره نگاه کن. الان میاد دوباره نگاه. اونا 1 2 آخه اگه دختر میبودی لحشو تیکه تیکش کن اون فجرش کن. مس نقره باز مس. ترکیب این ستا میشه چی؟ طلا. چه میدونم باد کرد طلا نشد. من فکر کردم طلا میشه. اوه چه زوری میزنه. برو نتونستی. من نامید کردی. من گفتم تو همه چی رو له میکنی اما تو نتونستی لهش کنی. خیلی قوی بود. خیلی دوست دارم بدونم نارنجک یا کلاغود اون چیزا مثلا ببینم چه جوری قدرت داره، چه جوری قدرت داره و چه جوری مثلا پرس میشه. مثلا نارنجک رو بزنه منفجر شه یا بهتر کنه. خیلی وحشتناک میشه. بوم. خیلی خوب این هم از این ویدیو. اگه خوشتون اومد لایک کنید. حتما نظراتتون رو کامنت کنید ببینید از این جور ویدیوها خوشتون میاد تا براتون بازم درست کنم. پس تا ویدیوی بعد پیس.